من همیشه فکر میکردم که انسان نمیتواند با مشکل دوچار نشود. سلام دوستم. سلام. ما امروز با کوه رفتنیم با بچو. اگر رفتنی باشه بیا بریم، نمیرم یک خوشحالی میکنیم. نه دوستم رفتن نمیتوانم. یک مشکلی دارم. چون هر وقت بازم یک پرابلم خودی هستی. من رفتای. من. در لحظه های سختی دوستان از حالت نپرسند. دیگر با کی میتوان امید بست؟ اینش کی باشد؟ لابای. سلام علیکم. و علیکم. ای برادر، خوبی تمام شما؟ سلام شما چخیر؟ ای برادر. لابای. ما امروز تصمیم گرفتیم اصلیت که همه هموسوسو با سعی روزی استراحتی با سیرگاه شدیم با همه پایتخت یک سیاحت کنیم. چی شده میریم؟ ای برادر خفه نشوید و من رفتن نمیتوانم. ای بچه یک مشکلی دارم. بخشش ده برادر. معلش خیلیش نمیکنی معلش. دوستم. سازی اکرات تنجی خوبی نازی نماتی برو خوب چی کردن خوب هستی اکر اولو خوبه ساز تو چخیر اما ما را شناختی داداری همکارسون عبدالله داداری عبدالله سازی اخی همه خیلی گذاشتم نسترین تو نبود پرسیدم که چی حال داشته باشید چون کردی نکرد تبتون خیرم تو نپرس خیلی هم خیلی مشکلی جوره برادر زیغ نشه غمگین نشه صبور باش خداوند صبوران را دوست می‌دارد در همه حالت زندگی باید صبور باشیم این مشکلی پس سر میشه یگان خدمت بودن نیست ما یگان کمک نرسون نه دادر همین حرف‌های تسکین بخش تو دلم را خیلی آرامش داد خدا از راضی باشد تشکر دوستان پول ندهید کافیست که تنها با حرف خوش دلی را شاد نماییم همیشه از حال یکدیگر بپرسید